سلام. امروز یه اتفاق جالب افتاد. یه آقایی رو سوار کردم، با خیال راحت داشت برای من تعریف میکرد که من به زنم خیانت کردم و خلاصه از اینجور حرفا. خیلی متاسفم. البته این نظر شخصی منه، ولی من متاسفم برای مردایی که راحت به زنشون، به عشق زندگیشون خیانت میکنن. تو این دور و زمونه که زن و مرد زیاد فرقی با هم ندارن، همه پا به پای هم دارن کار میکنن، همه سختی های زندگی رو با هم به دوش میکشن. این مردونگی نیست که تو به زنت راحت خیانت کنی. تو دور و زمونه ای که هممون میدونیم هر نری مرد نیست واقعا. پس این کلمه ها مردی و مردونگی هیچ ربطی به هم ندارن، با هم خیلی فرق دارن. گول شباهت ظاهری این کلمات رو نباید بخوریم. بفرست برای مردایی که به زندگیشون علاقه دارن و عاشق زن و بچه شونن. یا علی.